همه ما این ویژگی‌های پیچیده را داریم. ما در دی ان ای خود همه ویژگی‌هایی که در هر انسانی وجود دارد را داریم. شرایط انسانی باعث قطبی بودن او می‌شود. این یک تضاد است. نادیده گرفتن این تضاد یعنی انکار آنچه واقعاً هستیم. انکار ویژگی‌هایی که در تضاد با خواسته‌های واقعی ما هستند. دلیل درد و رنج ما خواهد شد و احتمالاً اینکه خود را نابود کنیم را بالا می‌برد. انکار کلیت انسانی ما محدوده دید ما را کاهش می‌دهد و مانع رسیدن به سرچشمه موفقیت می‌شود. شاید بپرسید این سرچشمه کدام است؟ ساده است. این سرچشمه همان حقیقت است. اگر تضادهای درونیمان را بپذیریم، آگاه‌تر می‌شویم و با خود صادق می‌مانیم. در این صورت است که با دیدی روشن و صادق خود واقعی و توانایی‌هایمان را خواهیم دید. صداقت تنها چیزی است که به ما اطمینان می‌دهد که ما خود کاملمان هستیم و نه جنبه بد شخصیتمان. و این خود کامل ماست که در مورد رفتارها و انتخاب‌هایمان تصمیم می‌گیرد. اگر بگوییم که انسان‌های خوب نمی‌توانند کارهای بد کنند، باید از خود بپرسیم کسی که کار بد می‌کند کیست؟ آیا انسان خوب در واقع انسان بدی است؟ به علاوه انسان خوب کیست؟ آیا ما فقط خوب یا بد هستیم؟ آیا سفید یا سیاهیم؟ آیا نمی‌توانیم خاکستری باشیم؟ اگر آدم‌های خوب نمی‌توانند کارهای بد کنند، پس چه کسی در درون ماست که کار بد می‌کند؟ اکثر ما فکر می‌کنیم آدم‌های خوبی هستیم و جنبه بد و تاریک خود را نمی‌بینیم. این دیدگاهی محدود است که بر روی آنچه از خود و دیگران تصور می‌کنیم تأثیر مخرب و نامناسبی می‌گذارد. باید درست و با وجدان باشیم تا بفهمیم که می‌توانیم علیه خود به فجیع‌ترین کارها دست بزنیم. تنبلی روانی بیشتر زندگی ما را در بر گرفته. ما خوبی را به خود و بدی را به دیگران نسبت می‌دهیم. این همان چیزی است که باعث می‌شود سیاستمداری با شدت سیاستمدار دیگری را به خیانت، دزدی و فساد محکوم کند و بعدها مشخص شود که خود او نیز خیانتکار بوده است. با کشیشی که به شدت با همجنس بازی و ازدواج با همجنس مخالفت می‌کند، ولی روزی به دلیل اینکه معلوم می‌شود 3 سال است با همجنس خود ارتباط دارد مجبور به استعفا می‌شود. خود انکار شده ما جواب این که چطور می‌توانیم